دوستان ارجمند، انا همین است مرکز میدان ورزشگاه لوکوموتیو شهر تاشکند که امروز بعد از 4 ساعت دیگر منتخب المپیک تاجیکستان بازی خود را با منتخب امارات متحده عرب آغاز کرد. بازی خیلی مهم، بازی تاریخی برای فوتبالبازان ما. 4 ساعت انتظاری ما هم به انجام رسیدند. کل بازیگران جمع شده مشق تمرین‌های پیش از بازی را برگزار کردند. آنها بدن خود را گرم کردند تا در رفت بازی به یگان مشکل جدی با موشک‌ها دچار نشوند. هر یک بازیگر مهمیت رقابت مذکور را درک می‌کرد. سعی‌ترش باید درک می‌کرد. پس از مشغولیت‌های پیش از بازی، رقابت منتخب‌های المپیک تاجیکستان و امارات متحده عرب هم آغاز شد. درود به همه مخلصان فوتبال میهن، درود به اونایی که امید خود را از دسته امید تاجیکستان نکندند. امروز منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان با همسالان خود از کشور امارات متحده عرب بر سر رقابت وارد خواهد شد و امروز ما را تنها غلبه نجات می‌دهد. اما امید مخلصان برباد رفت. دسته ما از آغاز بازی دست و پا خورده به نظر رسید. اصلدین حبیب‌الله در حیات به فرق از بازی گذشته سه تغییرات را وارد کرد. 2 مرتبه در آغاز بازی عرب‌ها ما را بخشیدند، ولی در 90 سوم جزایمان دادند. بعد از سر دادن گل بازیگران ما کوشش کردند تا رفت بازی را برابر نمایند. باید اقرار شد که در یک فاصله میان بازی چنین هم بود. رقابت برابر شد، اما مشکلی دسته ما در آن بود که یگان هجوم منطقدار نداشتیم. یگان حالت با اشتراک بازیگران ما از نیمه اول ضربه زده اسلام ظاهرов از وضعیت استانداردی بود. دیگر در نیمه میدان رقیب ما هیچ چیز نشان دادن نتوانستیم. قسم دوم دیدار با گل جوانان مملکت ما آغاز یافت. سنت الله اسماعیلوف بعد از به میدان آمدنش گل زد. ولی آن با سبب قاعده بناکنی حساب کرده نشد. از نقطه نظر بازی در خط حمله هیچ گونه تغییرات در قسم دوم نشد. باز یگان حمله معنیداری نداشتیم. ستاد مربیان با تغییرات کوشش کردند تا رفت بازی را دیگر نمایند، ولی بازیگران ذخیروی هم هیچ چیز را نشان ندادند. نعیم جان ابراهیم زاده گویا به تیم 23 ساله ها تنها برای پنالتی آوردن دعوت شده باشد. در 2 بازی پیاپی نعیم در داخل جریمه‌گاه قاعده بازی را ویران می‌کند. گل از پنالتی زده بازیگران عرب شانس‌های تیم ملی المپی را جهت برآمدن از گروه برباد زد. ما همین حرکت کردیم و خواستیم بریم ولی نشد. ما آینده کوشش میکنیم که با حرکت میکنیم که بازی خوب کنیم. شما این نقص رو در چی می‌بینید؟ کم مثلا مشق کردید، یکدیگر رو خوب نمیفهمید؟ بله کم مشق کردیم. تیاریمون کمتر سست‌تر بود. در 2 بازی ما 7 توپ سر دادیم و اقلا یک هجومی به منطق و به مضمون ما باید میکردیم که آخرش با ضربه انجام میافت. بازی آخرین جوانان 23 ساله تاجیک در مسابقه بر ضد ژاپن خواهد بود. این بازی روز 9 میلیون در ورزشگاه بنیادکار برگزار می شود. گلروز خدا نظرزاده، تیمور نظرов از شهر تاشکند مخصوص برای برنامه خبر. در بازی دیگری همین گروه منتخب عربستان سعودی با ژاپن رقابت نمود و آخرین 2 تیم بدون گل 0-0 ختم شد. سامورای‌ها امکانات‌های بیشماری گلزنی را به وجود آوردند ولی مشرف به زدن گل نشدند. یگانه واقعه مهم در این رقابت این میباشد که در دقیقه 79 سیاتا فوجیا با کارت سرخ جزا داده شد. بعد این مساوی هر 2 تیم در گروه 4 امتیاز گشتند و امارات با 3 امتیاز در زینه سوم قرار دارد و آخری‌های دور سوم سنه 9 ایون در نظر است. در این روز تاجیکستان با ژاپن و امارات با عربستان سعودی و آخری انجام خواهد داد.